وقتی سفره تو خونه ها جمع شد با هم بودنم جمع شد. ببینین سفره مینداختن از این سر اتاق تا اون سر اتاق. عروسا، دومادا، پسرها، دخترها، نوه‌ها، مادر بزرگا، پدر بزرگا، همه دوره یه سفره، شونه به شونه. همین که با هم همه میشستن سر یه سفره آدم ها رو به هم نزدیک میکرد. خانواده اینجوری بود. اما حالا یکی این بر شهر یکی اون بر شهر، سالی ماهی اصلا نمیدیم، اما میبینن نمیبینن. واسه همین یه نسیم همشون رو جارو میکنه. این اولین چیزی بود که خیلی چیزامون رو گرفت.